سلام، امیدوارم که روز فوق‌العاده‌ای داشته باشید. روز نهم چالشه. خیلی وقتا هست که ما تو اکسل یه سری اطلاعات رو تو یه ستون داریم، مثلا نام و نام خانوادگی با یه اسپیس از هم جدا شدن یا با یه اسلش از هم جدا شدن و میخوایم اینا رو توی ستون‌های متفاوتی تقسیم کنیم. چیکار میتونیم بکنیم؟ بریم با هم ببینیم. خب میایم ستونمون رو انتخاب میکنیم، میایم تو تب دیتا، میایم زیر شاخه دیتا تولز تکست تو کالمز رو میزنیم، بالای دیلیمیتد یعنی جدا کننده اون رو انتخاب میکنیم، نکست رو میزنیم، جدا کنندمون رو انتخاب میکنیم. برای من اینجا اطلاعات اسپیسه، پس با اسپیس میرم. اگر مال شما چیز دیگه ای بود تو آدر، اون رو وارد میکنید، نکست رو میزنید، فینیش رو میزنید. اطلاعات به همین سادگی از هم جدا میشه. فقط مهمه که ستونهای بعدیتون خالی باشه که اطلاعات اونجا دوپلیکیت نشه. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. من مافی سبلم. لطفا لایک و سابسکرایب اگر خوشتون اومد فراموش نشه. روز خوبی داشته باشید. خدا